سلام علیکم، شطورید؟ من امیرعلی ام، اینجا کانال من امیرعلی امیفر. خیلی خوش اومدید به پارت سوم کریر بارسلونا. اگه دوتا پارت قبل رو ندیدی یا نمیدونم اینجا چجوری بگم، اینجا یا نمیدونم اینجا یه جایی میاد بالاخره دوتا پارت قبل رو برو ببین، حتما به پیشنهاد میکنم ببین. عملکرد درخشانی داشتیم، ببین بعد بیا این پارت ها رو ببین که عملکرد درخشانمون رو ببینیم، بعد بیای سراغ این پارت. آقا ما یکم توی چیزا تغییر دادیم، چیزا رو، تنظیمات رو. حالا نمیدونم میدونید یا نه، اینجا یه بخشی داره سی پی یو اسلایدرز فکر کنم، نمیدونم دقیق چیه. اینجا فکر کنم مثلا گفته که سرعت بازیکنه، مثلا وقتی که میخواد بدوه چی جوری باشه، اکسلریشن نمیدونم چیه، ولی خب یه چیزی هست دیگه. اینا کامپیوتر رو قوی تر میکنه. مثلا این گفته شوت ارور، مثلا گفته مثلا شوت های اشتباه مثلا چقدر باشه درصدش. من گذاشتم 48 که بیاد پایین. پاس ارور هم همینطور میگه سرعت شوت چقدر باشه، مثلا من گذاشتم 52 که یکم بالا باشه. پاس هم همینطور، پاس اسپید. این دوتا رو نمیدونم چیه. خب یه دونه بردم بالا، حالا ندارم بخوام بزنم تو اینترنت. این گفته قابلیت دروازه‌بان که من 2% بردم بالا. همه اینا رو 50 بوده، من یکم تغییر دادم. پوزیشنینگ فکر کنم، میگم اینا نمیدونم چیه و خب همه رو بردم بالا یه کمی. و اینجا هم گفته وقتی که فرست تاچ کنترله که مثلا وقتی که توپو لمس میکنه چجوری کنترل کنه ارور رو، مثلا چقدر اشتباه کنه. من گذاشتم 48%. برای همین ما اونا رو بردیم بالا، سطح بازی رو بردیم رو پروفشنال، ببینیم چطور شده. چون که نمیخوایم همش خیلی درخشان بازی کنیم، میخوایم یکم بالاخره با تیم بکشیم بالا، میشه که از اول آخر باشیم، از آخر اول باشیم. درست گفته باشیم. ترکیب هم بریم درست کنیم. حکیمی، آراوخو، ژولز کنده، فرانک دیونگ، آره دیگه این برم دمبله. خب همین ترکیب اوکیه. یه دروازه‌بان باید بگیریم، ولی خب بنده حال ندارم بخوام دروازه‌بان بخرم. هر پارت میگم پارت بعد، خب نمیخرم. بریم برای بازی با یوونتوس. میگه خواهشاً بذار یه گل بزنم که بیاد داره نگاه میکنه، اینو گن نزنم. یه گل بارسلونا تیم خواهش میکنم، بازی یکم آرومتر بازی کنم، من بتونم یه چند تا گل بزنم. دمت گرم. اینا رد کنیم. چه حالی گزارشگری هم ندارم، همینجوری فقط چرا گزارش کنم. میلیک بازی شروع میشه و بارسلونا مقابل یوونتوس کار خودشون رو آغاز کردن. اونجا درگیری وسط زمین که به نفع بارسلونا تمام شد. دمبله خود دمبله اینجا دیونگو میبینه، پاس برای دیونگ، فرانک دیونگ تو دروازه. گل برای بارسلونا، اولین گل بارسلونا در این رقابت‌ها توسط فرانک دیونگ به ثمر میرسه. گفتم اون تغییرات یکم بازی رو واقعی تر میکنه، میدونی؟ یعنی الان ما مثلا بخوایم به فیورنتینا ببازیم، خب 100% واقعی نیست. بالاخره بارسلونا اونقدر هم توانایی داره که به فیورنتینا نبازه. حالا میگم بازم ممکنه خیلی آسون شده باشه، مثلا 10 تا گل الان بزنن یا 5-6 تا بزنن. اگه دیدیم اونجوری بود تغییر میدیم، سطح بازی میاریم بالاتر، درست میشه که یه سطح واقعی داشته باشه. حالا با یوونتوسی ها کیزا اونجا آراوخو توپشو زد، کوبو خرید جدید بارسلونا، پاس برای گوندوغان، پاس خوبی نداره. ولاویچ، آراوخو عالی توپشو میزنه، آراوخو عالی داره کار میکنه تو دفاع. دمبله
یه پاس رو به جلو برای لوا که برمر توپشو گرفت. برمر پاس برای میلیک توپشو قطع کردن. باز هم حالا بازیکن‌های یوونتوس رابیو، لیکاتلی برای کیزا. خود کیزا اونجا میتونه بزنه جلو، پاس میده به ولاهویچ. اونجا ولاهویچ فرصت برای یوونتوس که ترشتگن توپو جمع میکنه. بالده، عثمان دمبله، ژولز کنده، کسیه واسه خودش، کسیه اشرف حکیمی خودش داره میاد جلو. کوبو یه پاس برای کوبو. خود کوبو میچرخه، ضربشو میزنه. واکنش عالی شزنی، توپ کورنر میره. اینجا داریم میبینیم گواردیولا، امیدواریم که ناراحت نشده باشیم ما انقدر داریم بد بازی میکنیم. حالا کوبو کورنر رو میکشه رو سر لباس، زدن توپشو. حالا ولاهویچ عالی بود، دمبله نذاشت توپ برسه به جلو و بخواد ضد حمله بشه. خود گوندوغان اونجا عقب‌تر برای کسیه. خود کسیه اونجا پاس برای دیونگ. ضربه دیونگ با اختلاف به بیرون میره. میتونستم پاس بدم و تو بهتر عمل کنم، ندی. خوب روبلا اینجا پاس برای کیزا، عالی ارتباطشو قطع کرده اشرف حکیمی عالی داره کار میکنه تو دفاع. اونجا کوبو اونجا لواندوفسکی، فرصت برای لوا، از همونجا شوت زد که با اختلاف اندک به بیرون میره. شزنی بازی رو آغاز میکنه. دقیقه 31 بارسلونا 1 یوونتوس 0. لواندوفسکی، خود لوا داره میاد جلو، توپشو زدن میتونست به خطا برای ما باشه. مالکیت توپ 82. مالکیت چرا اینجوری بود؟ مالکیت 82 به 17 بود. اصلا کار ندارم بارسلونا یوونتوس خیلی توپ دستش نیاد. چرا 82 به 17؟ 1% این وسط گم شد. دقیقا اون 1% چیه؟ کجا رفت؟ واسه ببینم. بس چی؟ فکر کنم نمیدونم چی بود، ولی خب الان مالکیت 54 به 46 اینجا درسته. خب اونجا زده بود 82 به 17. نمیدونم برای چی بود. اگه میدونی چیه بنویس که منم مطلع بشم. 82 به 17 میشه فکر کنم 99%. 1% میمونه. چی شد این وسط 1%؟ تو کامنت بنویس ببینم چیه. نمیدونم. ترشتگن باز هم با بالده کار میکنه. حالا دمبله دیونگو دید، پاس عالی برای فرانکی دیونگو. تیموتی ویا فکر کنم رابیو اونجا پاس برای ویا جا بونده. اون یاریش اون بر بازی میکنه. بالده، حالا آرکادیوش میلیک عالی جلوی میلیک ظاهر شد. گونده میبینی آلگریو داره صحبت میکنه با بازیکناش که این چه ورزشی داری مقابل بارسلونا بازی میکنه. نمیدونه که بارسلونا به همه آسونیا باخت نمیده. بازی در نیمه اول با برتری 1-0 بارسلونا تموم شد. بارسلونا برنده رفت به رختکن، ولی خب احتمال داره گل بخوره. یک گل کافی نیست و باید گل‌های زده‌ش رو بیشتر کنه توی نیمه دوم. به سراغ نیمه دوم میریم. بازی آغاز میشه با سود داور فرانکی دیونگ از بارسلونا صاحب توپه. پاس برای بالده دمبله پاس برای لوا تک زدن. لوا هم تک زد. خب داور آوانتاژ داد. تیموتی ویا کنده مقابلشه. ژول کنده اونجا ارسال میکنه برای کیزا، برگشته میشه. کوبو کاری نکرده آخه الان انقدر خسته است نمیتونه بود. ولی حکیمی الان داره میدوه. کوبو انرژی نداره برای دویدن. اشرف ارسال برگشت.
در برگشت زدنش خدایی کوبورو. خب داور خطا نگرفت، کسی هم در برگشت گند زد. حالا روولا داره میاد جلو، چه قشنگ داره بازی میکنه روولا، تو میفرسته آرکادیوش میلیک. اینجا عالی بود. ترشتگن اینجا کارت هم داد به لواندوفسکی. اینجا زدیم دیکاتریو، قبلش هم ما رو زدن. نظر من منطقی نبود، نباید به ما کارت میداد، باید به اونا کارت میداد. ولی خب ما قبول میکنیم این کارت رو، اشکال نداره. این هم روش این همه ناداوری در بازی های قبل، در پارت های قبل صورت گرفت. این هم روش ناداوری هایی که بیا گل خوردم. ربیوت بود قشنگ بود، گلش بد نبود، خوشمان آمد که پارتای قبل ناداوری کردن باعث شد ما ببازیم. ما باخ بده نبودیم که بابا. لواندوفسکی به دنبال جبران گل خورده و میخوام بازی رو ببرن، میلیک مراقب باش گل دومو نخوری. عالی بود کنده یا با اصلا تکل داور فکر کنم شناختی با تکل نداره. داور فکر کنم تکل نمیشناسه یا خریدن داور به یووی ها. یه خطا هم داده برامون نگرفت تو کارت. داور جان چیکار داری میکنی؟ همش میزنم. من عقده‌ای ام، من یه گلم جلو باشم هم میزنم. گل دوم برای بارسلونا 2 یوونتوس 1. خب حالا تعویضم میکنیم، آراوخو رو میاریم بیرون، کریستنسن بره تو، نباید خیلی خسته بشن. شوتا رو بردن روی نیم کرد، اگه بردم تعویض کنیم به کارت قرمز نگیره، چون من خطری هم یه میبینی تایید میزنم دوباره. ولاهویچ. حالا یوونتوس به دنبال جبران گل خورده است. ولاهویچ دروازه‌بانو چرا آوردم جلو؟ وای نرسیدم به تو. چرا دروازه‌بانو آوردم جلو؟ واقعا چرا؟ توپم نرسید بهش. این کنده نتونست توپو بزنه. ایرادی نداره. باز هم ناداوری مافیای فوتبال. 6.5 hours later. لوکاتلی میانه میدان باز برای کیزا شو قطع میکنه ارتباط حکیمی و پدکاپ برای یوونتوس. کیزا روولا اینجا فرصت برای یوونتوس و گل سوم. گل سوم هم خوردیم متاسفانه از یوونتوس و به نظرم همینجا ویدیو رو باید تموم کنم. برم یه صحبتی بکنم با بازیکنان عزیزم که ایشاله بعد این بازی ریکاوری خواهند شد. یه جوری ریکاوریشون میکنم که اصلا بترسن دیگه بیان طرف من و گواردیولا، بترسن طرف مربیشون بیان ریکاوریتون دوری جلو در 3-2 عقب افتادم. چه وضعشه؟ ناداوری. حالا ژوتا گل دیگو ژوتا تعویض طلایی بارسلونا بازی رو به تساوی میکشونه. باخ نمیده بارسلونا. بازی همه شایعه بود. این بازی کالماس. آره بازی هم نبودی علایی سه نمیکرد. 3-0 عقب
بازی 3 مساوی میشه، فقط 10 دقیقه تا پایان بازی لوکاتلی هم زد عجب به دنبال گل 4. نه اجازه نمیدم. تر اشتگن بلند با دمبله کار کنه. برمر توپ دمبله رو برمیگرد. خود برمر روولا فیلیپ کوستیچ ارسال فرصت برای میلیک، ولی خب تو راهی به دروازه نداره. فقط 2 دقیقه تا پایان بازی در وقت‌های قانونی زمان مونده. بازی تقریبا تموم شد و فکر میکنم که این بازی هم برنده نداره. 2 دقیقه وقت اضافه. اونجا یه فرصت خطرناک که تو برگشت داده میشه، دروازه‌بانش هم نیورد، جلو اگه برده بود میتونستیم تو برگردونیم و گلش کنیم. اونجا هنوز فرصت هست برای یوونتوس خطرناک شده. دقیقه 90 گل نخوریم، دقیقه 90 و بازی رو ببازیم. بازم حداقل یه امتیاز بگیریم. نکن تو رو خدا آفرین. تموم شد بازی تموم میشه. بازی به تساوی کشیده شد و دیگه به پنالتی هم نمیره متاسفانه. با یوونتوس 3-3 کردیم. بازی خوبی بود. از بازیکنام راضیم. بالاخره یه بازی تونستن نبازن. فکر کنم در جدول تغییر رخ بده، ولی خب شاید هم نده. تموم شد بازی پیشواز زود تموم شد. تازه داشت موتورمون روشن میشد. ما 7م شدیم. ما آخر نشدیم. مهم اینه که تیم ما آخر نشد و باید از این خوشحال باشیم. فکر نمی‌کنم پولی هم بگیریم چون اول نشد متاسفم. خب اینا رو میریم جلو. به احتمال زیاد بازی توی لالیگا پارت بعدی میفته، چون اگه بخوایم اینا رو بریم جلو بازی کنیم تایم ویدیو میره بالا. قبول کردم یارو بره یه بازیکن دیگه بیاد. بس بریم بازیکن چجوریه. خب نه نمیخوام. ما ریجکت کردیم. نمیخواستم. من فقط رفتم ریجکتش کنم. بابا ببر. این همه این همه پیشنهاد میاد. خب بیا ببر. یکیتون بیاد ببره. تو کامنت ها بنویسین اگه اینا رو میخوایم این ببرین. آقا تموم کنید این بازی رو. کی رفت؟ بالاخره تو همین یارو آنکارونه. کلا یه دونه دروازه‌بان متاسفانه دیگه دروازه‌بان نداریم. باید دروازه‌بان بخریم. باید. برای لیوا پیشنهاد اومده. پیشنهاد وسوسه کننده ای، ولی خب نه 100%. اون ما همه رو اکسپت کردیم. ببر دیگه خدایی ببر. بیاییم یه سرچ کنیم. آندریلونی نه کپا میتونه دروازه‌بان دوم خوبی باشه. پیکو کپا چنده؟ باید تحقیق کنیم. 9 رسول میشه. به بازی نرسیده وقت میگم رسیدیم نیست. نه بکنم نمیرسیم. خب برای کاسادیو فعلا نمیتونیم پیشنهادشو چیز کنیم. جول کنیدم پیشنهاد اومده که ما نمیدیم. فعلا با ارسنال 10 تا بازیکن داره. بازیکن خوب داره. اینا رو میخوام ببرم. خب وارد لالیگا شدیم. لالیگا اکسپت کنیم بره. وارد این چیزای لالیگا شدیم. یاروهاش اومد. طرح چیز آقا ببر. آقا رایگان برای شما ببر. رایگان بیا. حرف نزدم باش چیز شد. ریجکت شد. بیا ببر. فقط تموم نشد چیزایی که
خب اینم رفت. این گاریه 2 فکر کنم، نمیدونم چی میگه ولی خب بیرون هم میگه. چرا؟ بیرون باید درست میگه. خب کپا هم تموم شده بود چیزش، اسقاطش. خوبه اگه بتونیم بخریم، بریم کپا رو بخریم و ادامه کارامون میفته برای پارت بعد، چون دروازه‌بان نداریم و نیازمون میشه کپا. فقط یه دو ترشتگن وقتی مصدوم شد، ترشتگن چی شد، دروازه‌بان نیاز داریم. بریم ببینیم. ببینیم عزیز برادر، لنگلت رو میدن. پول داریم چقدر؟ پولمون خیلی کمتر بود. چه تیمو؟ لنگلت رو میدن 15 میلیون. سرجی روبرتو رو میبری 17 میلیون. یعنی تو میخوای 33 میلیون تا 34 میلیون از ما پول بگیره. خب ببین همون که گفتم نمیخوای. خب اریک گارسیا خب 11 میلیونه، ما یه 20 میلیون، خیلی زیادش 20 میلیون با اریک گارسیا. بالاخره انقدر چونه زدیم تا قبول کرد 27 به 600 فکر کنم. قراردادشون نهایی میکنیم، برمیگردیم. آریزابالایه کپا رو خریدیم، ویج 97,000 تا، ساینینگ بونوس 1 میلیون 4 ساله خریدیم. کپا شماره 13 رو برتن کرد، شمارهش هم عوض میکنیم بعدا. ترانسفر این بارسلونا، چلسی تو بارسلونا دیگه خدایی بیدار. آفرین خوبه. خب آقا دمتون گرم که تا پایان این پارت هم همراه ما بودین. بارسلونا رو برمیگردونیم به روزای خوب خودش. حالا اول فصل بازی پیش فصل یه کمی خراب کردیم ولی تنظیمات رو عوض کردیم دیگه درست میشه دیگه. به نظر من این چیز واقعی تریه اینجوری بخوایم بازی کنیم. حالا خودتون متوجه میشید. باشی امباپه رو خریده. من روز خودم آوردم. یکم امباپه رو خریدم. یادم اومد الان خودم آوردم. این قبل اینکه بخوایم کریر رو شروع کنم امباپه رو آوردم توی رئال مادرید. آره دیگه مجموعه امباپه رو آوردم رئال. ای وای. خب الان میبازیم به رئال که امباپه وینیسیوس. ای وای قراره که ببازیم مثل اینکه به رئال مادرید توی بازی که داریم باشه در ادامه. ولی خب ایرادی نداره، ما مرد روزهای سختی. آقا دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. چرا لایک نمی‌کنید؟ ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن چنل رو. پارت‌های قبلم حتما ببینید. میام اینجا اینجا یه جایی بالاخره میاد ساجست میشه، برو ببین. دمت گرم، حمایت کنید ازم دیگه. دمتون گرم تا یه ویدیو دیگه. فعلا